حمد و سپاس و ستایش بر الله مهربان و درود و رحمت بی پایان بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یعنی امر کرد پروردگار تو ای محمد صلی الله علیه و سلم اینکه عبادت نکنید، پرستش نکنید مگر الله را، یعنی فقط و فقط الله را عبادت و پرستش کنید. و امر کرد بر اینکه نیکی کنید به پدر و مادر. امر کرد بر اینکه هر قدری که می توانید به آنها خوبی کنید. هر وقتا که یکی از آنها یا که هر دویشان به سن پیرانسالی رسیدند و وقتی که در نزد تو قضای حاجت کردند به آنها اف نگو. وقتی که از تن آنها در حالت بیماری بوی بد بوی غلیظ می براید اف نگو. به آنها سخنی که سختشان می رسد آزار مده. هنگامی که بول و غائط را از تن آنها دور می کنی نگو که بیزار شدم و به آنها سخن بگو که دل آنها گرم شود. بگو پدر جان، مادر جان، چه خدمت کنم؟ چه امر خدمت است؟ نه اینکه موی سفید یا کمپیرک. به آنها سخن نرم بگو. هر حاجتی که از تو میخواهند بجا بیاور اگر به الله معصیت نباشد، در حالی که امر آنها معصیت و گناه نباشد. در نزد پدر و مادر با تواضع باش از روی رحمت و شفقت. هر چیزی را که دوست می دارند از تو طلب می کنند برای آنها مهیا بساز و بگو و دعا بکن ای پروردگار من گناه من و گناه پدر و مادر من را بیامرز، به حالشان رحم کن همچنان که من را آنها در خردسالی تربیت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. یعنی و سفارش دادیم فرزند آدم را به اینکه با پدر و مادرش در زندگیشان رفتار خوب کند، در گفتار، در رفتار، در هر حال به آنها خوبی کند، در خدمت کردن، در صحبت کردن و به آنها نیکی کردن، چی در زندگی و چی بعد از مرگ برای آنها نیکی بکند. مادرش او را 9 ماه با مشقت در شکمش نگه داشت و با مشقت تولدش کرد و برداشتنش این بار وزنین را در شکم تنگ و از شیر جدا کردنش، همه اینها
30 ماه دوام کرد و وقتی که این طفل به سن بلوغ می رسد، یعنی هر وقتا که به بلاغت رسید و 33 ساله شد و یا 40 ساله شد، گفت پروردگار من به من توفیق عطا کن به اینکه شکر تو را بجا بیاورم. رسول الله صلی الله علیه و سلم مردی را بسیار تعریف کردند. نامش اویس قرنی بود در یمن و آرزو داشت که از یمن به مدینه منوره سفر کند و به خاطر زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم، لیکن مادر پیر داشت که احتیاج به نگاه و بین وی داشت. حالان که می توانست دیگر نفر را کرا کند، پول دهد تا خدمت مادرش را کند، او را طعام دهد، اما مادرش هیچ کس را قبول نمی کرد بغیر پسرش. همان پسر را که در شکم تنگش او را 9 ماه برداشت، همان پسری که او را 2 سال شیر داد. این همان مادر بود که تا کلان شدن فرزند دیگران را پول نداد تا که فرزندش را نگاه بین کند و خودش با رنج و عذاب در خدمت فرزند بود. میخواست همون فرزند خدمت کند. امروز این مادری رنج کشیده میخواهد انا همین فرزند، همین میوه باغ تربیت کرده اش، همین حاصل گرفته اش با وی نشیند و صحبت کند و برای وی خدمت کند، در روی وی تبسم کند، او را بوی کشد. این کارها را فقط فرزند صالح میتواند انجام دهد. اگرچه مال زیاد هم صرف کنی برای دیگران را خدمتگار قرار دادن برای پدر و مادر، اگرچه بهترین صحبتها را با آنها، بهترین خوراکها را پخته کند، اما صحبت فرزند، با تبسم نگاه کردن فرزند، بوی فرزند از دیگران فرق می کند. اویس خواست تا که به مدینه منوره رحلت کند، تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیارت کند. مادرش گفت کجا می روی؟ گفت مدینه منوره می روم رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیارت کنم. گفت نرو. پس در نزد مادرش نشست. در این هنگام از آسمان برای رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نازل شد و صلی الله علیه و سلم درباره مردی که از خانه های یمن صحبت میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بهترین تابعین، یعنی بهترین پیروی صحابه، پیروی پیامبر اویس قرنی است. او مادر دارد که خدمتش را میکند. رسول الله نگفت که اویس بسیار نماز میخواند، یا که همیشه روزه میگیرد، یا که همیشه صدقات میدهد. گفت اون شخصی است که خدمت مادر را میکند و این فخر است برای وی. و میگوید اویس کسلی سفید شدن پوست داشت. با دعای مادر الله جل جلاله او را شفا داد. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم و در زمان خلافت عمر رضی الله عنه، هر گروه یا قبیله که از یمن به مدینه منوره می آمدند اویس را جستجو می کرد. می گفت او را می شناسید؟ حضرت عمر رضی الله عنه از مردمان می پرسیدند آیا شما اویس را می شناسید؟ آیا او در بین شما نیست؟ زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بودند که ای عمر اگر اویس را دیدی از او طلب کن تا در حقت دعا کند. عمر رضی الله عنه از هر حاجی یا از هر تاجری که می پرسید که او را می شناسید، مردم می گفتند او از یک دهه یک انسان عادی است. حیران می ماندند خلیفه چرا از او می پرسد؟ او را شتربان ماندیم و
ما کلانهای قوم، تاجران، شخصان با نفوذ به اینجا آمدیم. ما از مردم زیاد همراه سرداران قبیله و ثروتمندانمان آمدیم. عمر رضی الله عنه گفت قسم به الله، اویس از همه شما بهتر است، او را نزد من بیاورید. وقتی که اویس آمد، عمر رضی الله عنه گفت ای اویس، در حق من دعا کن. اویس گفت ای عمر، تو نزدیکترین دوستی رسول الله هستی، باز من در حق تو دعا کنم؟ عمر رضی الله عنه گفت آره، من از رسول الله صلی الله علیه وسلم این را شنیده بودم. ببینید برادران، وقتی که شیخ حسن بصری را مادرش فوت کرد، بسیار گریست. مردم گفتند ای شیخ، برای چی گریه میکنی؟ گفت برای من دو دری بود که با واسطه آنها داخل جنت می شدم، یکی اش بسته شد، یعنی مادرش فوت کرد. برای همین احترام پدر و مادر واجب است. بعد از امر الله این احترام پدر و مادر است. همیشه جوانان عزیز احترام پدر و مادر را بجا بیارین. چی ثروتمند هستید، چی منصبدار هستید، چی عالم هستید، چی عامی هستید، خدمت پدر و مادر برای همه واجب است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.